بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم تعالى اعتکاف همه ایتان قبول بکنه، ثواب صیام و قیام و همه عبادات از شما و از ما و از همه مسلمانان را در میزان حسناتشان ذخیره بکنه. واقعا که اعتکاف همه قدر که سختی ها داره، همه قدر باز اجر و پاداش هم داره. چون قاعده علمی ما داریم که الاجر به قدر المشقه، اجر به اندازه مشقت داده میشه. هر عملی که در اون مشقت و تکلیف بیشتر باشه، پس همون قدر میزان حسنات هم در اون بلند میره. هر قدر که تکلیف انسان میبینه، هر قدر که زحمت میبینه، خاصتا در عبادت الله، همون قدر پاداش زیاد است. البته این مشقت و تکلیف آن چیزی که شریعت بر ما مقرر کرده. ما دیگه از خود کردن میتونه که مثلا نماز در یک پای بخوریم بگیم سر خود تکلیف بریم اجر زیاد داشته باشه، بازی اجر نداره، این ثواب نداره. اجر مشقت تا همه قدری که شریعت به ما اجازه میده بیان کرده، دمو برای ما اجر پاداش داره. پس به این اساس ما میخواستم که درس عقیده را شخص غزنوی الحمدلله با دوش گرفتنه. پس عقیده رو میخوانم. باز ما خواستم که یک درسی مختصر از سیرت النبی صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، چون که رمضان هست، روزه ما هم میگیریم، ما در روزه اعتکاف شدیم. با اعتکاف هم به خاطر میشنیم که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم مقتضی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از فرضیت روزه اعتکاف هرگز ترک نکرده. حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه است که پیامبر علیه السلام، حدیث بخاری مسلم است، که در هر سال 10 اخیر را در مسجد معتکف می بود. یک سال اغلب نمو سال بود که باز دو سال بعدیش وفات کرد، اعتکاف نشست. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت میکنه و حدیث امام ترمذی به سند صحیح آورده که پیامبر علیه السلام یک سال اعتکاف نکرد، سال دوم باز دهه دوم و دهه سوم باز معتکف شد. 2 دهه شد، یک دهه را به خاطر سال قبلی و یک دهه را هم به خاطر این سالی که بود. پس اعتکاف هم یکی از اون سیره ها یا سیرت ها، روش ها و اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم از بخش عبادیش بود که هرگز او را ترک نکرده. پس به این خاطر که یک کمی مطالعه ان شاء الله شما هم مطالعه در سیرت النبی زیاد داشته باشین، کما که فقط یک مرور میکنیم در این روزها به سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. سیرت به معنای اخلاق، به معنای روش، به معنای سلوک، به معنای کردار میآید. سیرت میگن. سیرت فلانی یعنی اخلاق فلانی، روش فلانی. و این سیرت اگر ببینیم غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم و غیر از انبیاء علیهم السلام و غیر از کسایی که بر ما قدوه بودن، هم سیرت بد است هم سیرت خوب. هم سیرت های هست در دنیا ما داریم که هرگز ما باید پیرو از اون نریم، دنبال از اون نریم. سیرت ها و روش ها و اخلاق ستوده شده در دین نیست. سیرت ها، سلوک ها، روش های هست که قرآن ما را امر میکنه که ما باید با کیلومتر از او فاصله داشته باشیم. مثلا سیرت و روش فرعون، سیرت و روش نمرود، سیرت و روش قارون در پول پرستی، در دنیا پرستی، در دعوای الوهیت، در شرک، از فرعون، از هامان، از نمرود، همین قسم از دیگرایی که بودن، از مشرکین مکه. هر کدام از اونا با ما یک مکتب است و ما دنبال از اون مکاتب نمیریم، بلکه ما امر شدیم که از اون مکاتب باید فاصله داشته باشیم. سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل خاص، سیرت انبیاء علیهم السلام به شکل عام، بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین، ائمه، اینا همه ایشان روششان، سلوکشان بر ما قدوه بود، بر ما هست. ما باید دنبال از این روش باشیم، دنبال از این چی بریم؟ به خاطر که قرآن به ما حکم میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. یقینا با شما هست در رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوة حسنه، الگو و سیره و قدوه نیکو
که باید شما برین دنبال از خوب کی هست؟ لمن کان یرجو الله، با کسی که امید داره رضای الله را، با کسی که امید داره که به روز آخرت امرای الله روبرو میشه، ایمان داره و باید با امرای الله قسم روبرو شود که الله از این راضی باشه. پس اگر میخواد که در آخرت امرای الله چنان روبرو شود که الله ازش راضی باشه، در عباداتش، در معاملاتش، در اخلاقش، در سیرتش الگوی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم را قرار بده. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، و کسی که امید داره به روز آخرت که روز آخرت آمدنی هست، پاداش اعمال هست، نامه اعمال هست، به دست راست داده میشه، به دست چپ داده میشه، از پشت سر داده میشه، با کسایی هست که بشارت برش داده میشه، با کسایی هست که بشارت برش داده نمیشه، بسیار غمگین هستن از گرفتن نامه اعمالشان. پس کسی که دو روز میخواه که بسیار خوشحال باشه، مسرور باشه و نامه اعمالش به دست راستش داده شود، در دنیا مجبور است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کنه، مثل که امتهای قبلی مجبور بودن که از پیغمبرای خود پیروی میکردن علیهم الصلاة والسلام. و ذکر الله کثیرا، و الله را زیاد یاد بکنه. یاد کردن الله فقط و تسبیح نیست، یاد کردن الله در نماز، یاد کردن الله عزوجل در حالت خلوت، در حالت اجتماع، یاد کردن الله عزوجل در سر طول و ترازو در دکان، در هر جای یاد الله باشه. در هر جایی که تو الله را حاضر ناظر دانستی، به رحمت الله امیدوار بودی، از غضب و از خشم الله خود دور میکردی، اونمو یاد الله هست، امو ذکر الله هست. ذکر الله فقط با یا الله گفتن و با یا تلاوت نیست، بلکه بیشتر فضیلت داره، ثواب بیشتر داره. اما نه که ما فقط یاد الله را مختص به می بکنیم، در سر دکان کشیدیم الله یاد ما بره، حرام بخوریم، در وظیفه که رفتیم خیانت بکنیم الله یاد ما بره، با کسی که در حالت خلوت شدیم الله نکنه در حالت فحشا به او رو بروشیم الله یاد ما بره. نه، الله متعال در هر جا، در هر مکان امرایتان باشه. الله و هو معکم، الله امرای شما هست در هر جا. پس الله را در هر جا باید یاد بکنیم. پس به این اساس از این تیر میشیم. سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم عبارت از اخلاق و روش و کردارش هست که با ما به میراث مانده و با ما امر شده نظر به نص قرآن کریم که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. این سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دو بخش داره. یک بخشش قبل از بعثت است، قبل از اینکه مبعوث به رسالت شود و به پیغمبری شود. این هم یک بخش سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بخش دوم سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از رسالتش است و بخش بعد از رسالتش هم باز به دو بخش تقسیم میشه. یکی قبل از هجرت 13 سالی که در مکه بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم چی سیرت داشت، رسول الله صلی الله علیه و سلم چی اخلاق داشت، چی روش داشت. و بعد از اینکه در هجرت میکنه در مدینه میره، پیامبر علیه السلام روش و اخلاقش چی بود؟ حکومت داری بود، نظام اجتماعی بود، نظام سیاسی بود، نظام خانوادگی بود، جهاد بود، غزواتش بود صلی الله علیه و سلم، شجاعت و مردانگی و دلیریش بود، سخاوتش بود. پس همه از این را با ما بازگو میکنه که 13 سال در مکه و 10 سال تقریبا در مدینه منوره رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما قدوه بود. پس حالتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت بود سیرتش، میبینیم که هنوز مبعوث به رسالت نشده، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین دشمناش به نام صادق معروف است، به نام امین معروف است. شخصی که دشمنا میآید، اما کسایی که پسان انکارش کردن، تکذیبش کردن، پسان ساحر و جادوگر و دیوانه برش گفتن، اما امونا قبل از بعثت میاد در جایی که اختلاف پیدا میکنن، میگن که محمد امین در بین ما فیصله بکنن. حتی در مسئله نهادن حجر الاسود همه ما میفهمیم، زمانی که خانه کعبه مشرکین مکه بلند میکنن، میگه که سنگ حجر الاسود کی باره، یک قبیله میگه مبانم، قریش میگه مبانم، حذیل میگه بمانم، کنعان میگه مبانم، فلان میگه مبانم. میگه خیلی جرامت میکنیم. جرامت امی هست که محمد امین میگیم که انتخاب بکنه، بالاخره یک نظر بده. پیامبر علیه السلام میگه که سنگ میگیره یا خودش و یا هم در قطیفه میمونه. هر قوم میگه که از گوشه های ازی بگیرین، همه ایتون در این مشترک بین و خودش با دستای مبارک و میگیره، سنگ حجر الاسود در جایی میمونه که فعلا ما میبینیم. یعنی قبل از بعثت پیامبر علیه السلام هم صادق بود، هم امین بود، هم موحد بود. هیچگاه به بت سجده نکرده، به بت تعظیم نکرده، هیچگاه شراب نخورده، هیچگاه قمار نزده، از رذایل اخلاقی کاملا منزه و پاک بود و همین قسم به فضایل اخلاقی مکمل
آراسته بود، زیبا بود، منور بود و این چیزی بود که در همه انبیا علیهم السلام موجود بود، دیده میشد. همه انبیا علیهم السلام، قصه موسی علیه السلام میبینیم که قبل از بعثت میره به طرف مدین، در اونجا میبینه که دو دخترای شعیب علیه السلام در اونجا دور استاده هستن، اما با چشم بد نه به این حسابه که یک کسی که مظلوم هست، یک کسی که در بین جامعهش مظلوم هست، باید او را دفاع ازش بکنه، حقش بده. میگه شما چرا اینجا هستید؟ میگه اون مردم زورآور است، اونا گوسفندای خدا آب داده میتونه ولی ما نمیتونیم آب داده. میگه من کمکتون میکنم. میگه گوسفندایش میگیره از شاد اونجا برشان آب میکشه، آب میته. سیرت انبیا علیهم السلام همه ایشان هم قبل از بعثت و هم بعد از بعثت اونا منزه بودن، اونا پاک بودن، اونا معصوم بودن. پس عصمت انبیا علیهم السلام یکی از اصول عقیده اهل سنت جماعت هست، اتفاقا بین همه، که انبیا علیهم السلام هم قبل از بعثت و هم بعد از بعثت اونا معصوم بودن. بعض لغزش‌هایی که ازشان سر زده و به اساس اجتهاد بوده که الله عزوجل دوباره او را چی کرده؟ اصلاح کرده. پس از خصوصیت‌های سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزهایی که بر ما بازگو میشه، البته کتاب را که ما انتخاب کردیم زندگی پیغمبر علیه السلام و یا هم سیرت نبی صلی الله علیه و سلم از دکتر مصطفی صباحی هست. دکتر مصطفی صباحی یکی از علمای معاصر و چیره دستی هست که کتاب‌های بسیار ارزنده داره، هم در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و وقتی که فتنه منکرین حدیث برآمد، کسایی که از حدیث انکار میکردن، مصطفی صباحی یگانه شخصی بود که کتاب نوشت، حجیت السنه یا مکانت السنه فی الشریعه الاسلامیه، فی الشریعه، مکانت و جایگاه سنت، حجیت سنت در شریعت اسلامی. مکمل یکه امو شبهات منکرین حدیثی که امروز هم با تاسف میبینیم در بین ما، خاصتا در بین جوانا کار میکنن زیادتر، امو شبهات در او وقت خواست که از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع بکنه. و یکی هم از کتاب‌های بسیار ارزنده‌اش سیرت النبی صلی الله علیه و سلم هست که به شکل بسیار مختصر اما مطابق به جامعه نوشته کرده. یعنی بعد از هر درس سیرت برام میگه که ما از این درس سیرت چی استفاده بکنیم، چی کار بکنیم. در زندگی خود به شکل نوشته کرده سیرت را که در اکثر پانتونای هم افغانستان، هم خارج افغانستان، پاکستان، هندوستان، سعودی، دیگه جای کتابش درسی هست، کتابش عربیش درسی هست. پس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خصوصیت‌های زیاد داره. از جمله خصوصیت‌هاش یک 4-5 تا خصوصیتش به قسم این مفصل گرفته، خب به شکل بسیار مختصر ان شاء الله که وقت شما هم زیاد گرفته نشه میگیم. یکی از ویژگی‌های سیرت پیامبر علیه السلام است که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما به سند صحیح رسیده. این میزه خاص سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این میزه یا این ویژگی خاص در سیرت دیگه انبیا علیهم السلام دیده نمیشه. از موسی علیه السلام زمانی که اگر در کتاب بایبل و یا هم کتابایی که در تاریخ یهودیت نوشته شده ببینیم، یک سیرت از موسی علیه السلام با سند صحیح که کی از کی گرفته، چه قسم آمده، سلسله سند صحیح و غلطش معلوم شوه بر ما نرسیده. یگانه ویژگی خاصی که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داره امی که با اساس سند بر ما نقل شده، با اساس مثل که احادیث گوهربارش با اساس سند به ما نقل شده و این از ویژگی های خاص دین اسلام هست. چون الله متعال میگه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن و شما نازل کردیم و حفاظت از قرآن ما میکنیم، بدوش خود ما گرفتیم. اما حفاظت تورات و یا هم حفاظت شریعت موسی علیه السلام، از عیسی علیه السلام، از اینا را از داوود علیه السلام، از دیگه انبیا علیهم السلام، الله به عهده امتشان گذاشتن. نبود بود که امت خیانت کرد، تحریف کردن، علمایشان پول گرفتن و یک چیزی که میگرفتن مثل که در سوره چی میخوانیم، سوره انعام میخوانیم، میگرفتن مال با سوره انعام اصلا باز اعراف باز میگفتن سیغفر لنا و یأتهم عرض مثله یأخذوه و یقولون سیغفر لنا. باز مشت پول دیگه که هم به خاطر تحریف کتابشان برشان داده میشد، امی علمای سویشان او را میگرفتن، باز میگفت خدا بخشاینده و مهربان است، خدا میبخشه. چیزی که با تاسف دما هم جای دیده میشه که یا گناه انجام میده میگه خدا بخشاینده است میبخشه، گناه میکنه، رشوت میخوره، اختلاس میکنه، غیبت میکنه، دروغ میکنه، باز میگه خدا سیغفر لنا، خدا ما را میبخشه. نه، خدا برات قانون روان کرده،
که مطابق قانون خدا باید تو حرکت بکنی. پس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل متصل و سند به ما رسیده. کتاب‌های ارزنده حتی تا 50 جلد کتاب ما در سیرت داریم. حتی ابن واعظ رحمه الله در سیرت کتاب نوشته که یا 150 جلد است و یا هم 1000 جلد است. 1000 جلد است. 1000 جلد در تفسیر داره، 1000 جلد در مستند حدیث داره و 150 جلد در تاریخ و سیرت نبی صلی الله علیه و سلم کتاب نوشته. کتاب 50 جلدش ما با چشم خود در مکتبات دیدیم، در کتابخانه که به نام سیرت رسول صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد دراز است مفصل. این درازی و طوالتش به چی خاطر هست که به ما کل سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به اساس سند نقل کرده که این ویژگی خاص از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که دیگران نداره. در زمان موسی علیه السلام که سیرتی که داشت، اخلاقی که داشت، روشی که داشت، او روشش، او اخلاقش، او سیرتش، آن چیزی که قرآن به ما نقل کرده و آمنا و سلمنا ما همیشه قبول داریم و همیشه قبول داریم. اما آن چیزی که در کتاب‌های تاریخ میاد، با خدا قسم است که بعض جاهایی که آدم انسان او را میخوانه میشرمه، او صفات را که اینا به پیغمبرشان میتن او را میشرمه. با یعقوب علیه السلام صفت میته، کتاب بایبل نقل کرده، بس یعقوب علیه السلام سیرت میته، نسبت میته، میگه یک روز یعقوب علیه السلام امرای الله گفت که بیا که ما تو کشتی بگیریم علیه بالله. باز امرای الله عزوجل کشتی گرفت و در این کشتیگیری الله را چپه کرد، الله را خوان. چیزی که در کتاباش نقل کرده. آیا این را عقل یک مسلمان، یک کسی که ذره ایمان به الله داشته باشه، با نبوت یک پیغمبر ایمان داشته باشه، آیا امکان داره؟ میگه که وظیفه انبیا علیهم السلام همین بود که بیامدن به حکام در سرشان روغن زیتون چرب میکردن و اونا را صفت میکردن. یا علیه بالله پیغمبرها چپروس بودن، پیغمبرها متملق بودن. چیزی که در وصف انبیا میگه از خواندنش انسان میشرمه. همین قسم در وصف عیسی علیه السلام، چقدر که عیسی علیه السلام بچه خدا بود، خدای سیوم بود، مادرش چه قسم بود، پدر نداشت، بالاخره چیزهایی به ما نقل میشه در سیرت عیسی علیه السلام که انسان میشرمه. اما سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم با اساس سند، متصل سند به ما همش نقل شده، چیزی که در دیگه چیزها دیده نمیشه. دوم ویژگی خاص سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که در تمام مراحلش کاملا واضح و آشکار است. تمام مراحلش، حتی ما گفتم مراحلی که قبل از بعثت و قبل از نبوت هست، حالتی که هنوز مبعوث به رسالت نشده، او هم واضح و آشکار است. زمانی که شق و صدر میشه، زمانی که پدر خود دست میته، زمانی که مادر خود دست میته، زمانی که پیش حلیمه سعیده رضی الله تعالی عنها مادر رضاعیش، زمانی که شق و صدر میشه، زمانی که بالاخره قبل از نبوت میره به غار حرا و در اونجا احادیث بخاری هست، می از خدیجه رضی الله تعالی عنها چیز میگیره توشه میره، همه از این بر ما نقل کرده. این کلش به اساس سند رسیده و این چیزی هست که از دیگه انبیا علیهم السلام وجود نداره. از موسی علیه السلام فقط کمی قصیشه که قرآن به ما نقل کرده، اما قدر هست. اما دیگه چیزایی که کتاب تاریخ نقل کرده اکثریت قاطع سند نداره. اکثریت قاطع یعنی آدم گفته میتونه که 99% فاقد سند هست و از این اضافه از 50% اکاذیب هست که پشت انبیایشان علیهم السلام بسته کردن، دروغ گفتن و او را چیزهای کاذب کذب خود را او را سیرت پیغمبرشان قرار دادن. سومی که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حکایت زندگی انسانی هست که الله عزوجل او را بر رسالت خوش گرفت، مبعوث کرد. لقد كان لكم في رسول الله اسوه لقد من الله عليكم. به تحقیق الله عزوجل بالای شما منت گذاشت که مبعوث کرد پیغمبر از بین خودتان، براتان آمد. پیغمبر چی میگه؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. پیغمبر چی میگه علیه السلام؟ نماز میخوانه، میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی. پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ پیغمبر روزه گرفته، چه قسم روزه گرفته؟ پیغمبر علیه السلام حج کرد، گفت خذوا عنی مناسککم، مناسکتون از ما یاد بگیرین. پیغمبر علیه السلام چه قسم ازدواج کرد؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مرای ازواج مطهرات چه قسم برخورد داشت؟ پیغمبر علیه السلام امرای اطفال چه قسم رویه داشت؟ همه از این چیزهایی است که تمام مراحل زندگی پیغمبر علیه السلام را چی حتی قبل از بعثت و بعد از بعثت، چی بعد از بعثت، چی در حالت مکه هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میره به طرف طائف، مردم دعوت میکنه، اما مردم طائف اینقدر سخت دل و بدبخته که
پیغمبر امرای سنگ استقبال میکنه، امرای سنگ استقبال میکنه، پاهاش خون میشه، روش خون میشه، بوتاش از خون پر میشه. جبرائیل علیه السلام میگه یا محمد مرا امر بکو که ما به حکم الله بگیرم همین دو کور بلند کنم در فرق قوم بزنم. اما میگه پیغمبر میگه نه، چقدر حلیم است، چقدر صبور هست، چقدر بردبار است. میگه در بین عزیز مردم قوم ما کسای پیدا میشه که اونا را الله هدایت میکنه، اونا دین ما را به مردم میرسانن، اونا چیزی را که ما از طرف الله آوردیم او را به مردم میرسان. با جبرائیل اجازه نمیده که گویا دعا بکنه، چون که ملائکه مستجاب دعا هست، و یا هم کوه را بگیره در فرق مردم بزنه. اما پیغمبر علیه السلام میگه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، الله قوم را هدایت بکو که مردم نمیدانه. پس همه از این مراحل زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را همان کتاب‌های سیرت است و سیرت رسول الله هست که به ما نقل کرده و همش به سند صحیح. چهارم ویژگی سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که شامل تمام ویژگی‌های یک انسان میشه در زندگیش. پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی که میخوابه چه قسم خواب کرده، وقتی که نان میخوره. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه 10 سال پیغمبر علیه السلام خدمت کرده. چند سال؟ 10 سال. وقتی که خورد میباشه امرای پیغمبر نان میخوره، چون کتفال است. میبینیم کتفال گاهی لقمه یک جای میگیره، گاهی از پیش روی میمون میگیره، گاهی از جای دیگه میگیره. اما پیغمبر علیه السلام با انس میگه که یا غلام کل به اسم الله و کل بیمینک و کل مما یلیک. ای غلام، ای بچگک، تو به نام الله شروع بکن نان بخور. ای بچه، ای جوان، تو وقتی که نان میخوری از پیش روی خود را لقمه بگی. ای جوان، تو به دست راست نان بخور. اخلاق پیغمبر علیه السلام. مشرکین مکه به شکل استهزاء و تمسخر با عبدالله بن مسعود میگه شما را پیغمبرتان گفته که به طرف قبله به خاطر پیشاب نشینین و پیشتان به طرف قبله نکنین. آیا این گپ شد که به شما یاد داده؟ دل کس به هر طرف شد. اما عبدالله بن مسعود میگه نه، پیغمبر ما ایرا خود چی میگی؟ ایرا خود چی میگی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما گفته که وقتی که به قضای حاجت میری اول پای چپ تا داخل میکنی و میگه که اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقتی که از قضای حاجت میبری پای راست باید بیرون بکنی، غفرانک بگویی الحمدلله الذي عافانی، الحمدلله الذي عافانی من اذى، اعظمی اذیت و چیزهایی که بود الحمدلله الله مرا خلاص کرد. غفرانک، الله ما از تو مغفرت میخوایم، بخشش میخوایم. پس حتی ایره پیغمبر به ما گفته، پیغمبر به ما گفته که زمان به قضای حاجت میرین شما با 3 تن سنگ ویتر باید استفاده کنین. ما را پیغمبر علیه السلام بسیار چیزا را یاد داده. پس شامل تمام احوال زندگی انسان سیرت پیغمبر میشه، در زندگی شخصیش، در زندگیش، امرای فامیلش، معاشرتش. خیرکم خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. ما همه شما را نصیحت میکنم که امرای فامیلتان و رابطه خوب داشته باشین و هم خودم در مورد فامیلم رابطه خوب دارم. وقتی که اطفال میه، حسن حسین رضی الله تعالی عنهما در نماز میه، در سر شانه پیغمبر سوار میشه، پیغمبر نمیگه که بل یک سری بزنش که بچه اوسو برو نماز ما را خراب کردی. اما پیغمبر علیه السلام به بسیار مهربانی زمانی که به سجده میره میگیره حسین در پالوی خود میمانه، زمانی که سجده میخیزه پس حسین میگیره در سر شانه خود بالا میکنه، نماز میخونه. در نماز هست، میفهمه که طفل هست، معصوم هست، او نمیفهمه، نماز خراب نمیکنه. از او باید به نماز آراسته شود، نماز یاد بگیره، عبادت الله را یاد بگیره. پیغمبر علیه السلام زمانی که با مشرکین روبرو میشه، چه قسم اخلاق، چه قسم رویه، چه قسم دلایل به خاطر وجود الله، به خاطر توحید، به خاطر نفی شرک میگن. قرآن به ما نقل میکنه. مشرکین میایه به پیغمبر علیه السلام میگه در سوره یونس و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قالوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدل. میایه مشرکین میگه ای محمد بیاین که یک چی بکنیم وقتی که قرآن بالاشون خوانده میشه، بیاین که صلح بکنیم. صلح چی هست؟ صلح همیست که تو این بدگویی خداهای ما را نکو، ما هم خدای تو را قبول داره. اما پیغمبر جواب پیغمبر قرآن به ما نقل میکنه. پیغمبر میگه ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. این قرآن کتاب من نیست که من رنگ پاک بگیرم این خط بذارم چیز دیگه نوشته بکنم، بلکه قرآن کتاب الله است، وحی الله است. ما از خود در این کوچکترین تصرف کرده نمیتونم. و پیغمبر میگه که ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. یه همین در سوره های مکی آمده، همین در سوره های مکی آمده. اگر کوچکترین چیزی از طرف ما از خود بسازی ما شارک از این قطع میکنیم. الله میگه. اما پیغمبر علیه السلام یختاره که الله برش میته او را چی نمیکنه، پت نمیکنه، پنهان نمیکنه. قصه افک میه،
پنهان نمیکنه، میگه به مردم آن چیزایی که اجتهادا پیغمبر علیه السلام سهو میکنه دوباره الله او را اصلاح میکنه. مثلا عبدالله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه میاد پیش پیغمبر و پیغمبر علیه السلام را الله عز و جل عتاب میکنه، عبس و تولا ان جاءه الاعمى، اما پیغمبر علیه السلام بر ما با صداقت خود این چیز پنهان نکرد، هر چیزی که آمد به ما رسید. پس زندگی پیغمبر علیه السلام تمام احوال زندگی ما را شامل میشه، حالت جوانی، حالت پیری، حالت قبل از مرگ، زندگی شخصی، زندگی اجتماعی، زندگی فامیلی، زندگی سیاسی، زندگی نظامی، زندگی اجتهادی، همش شامل میشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی که به مدینه میره، در غزوات میره، از همه پیشتر خودش زیر بسته میکنه، شمشیر در گردن میندازه، در خط اول میره، میجنگه، جهاد میکنه. پیغمبر علیه السلام در جنگ احد دندان شهید میشه، روش زخمی میشه، میفته، اما نبود که در خانه بشینه بگه برین شما جنگ بکنین من هستم. تمام مراحل زندگی انسان را سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم شامل میشه و این هم یکی از ویژگی های خاص سیرت پیغمبر است، خلاف سیرت دیگه انبیا علیهم السلام. یعنی این توهین تحقیر در حق یک پیغمبر نیست، خب که ما علیه بالله دیگه پیغمبر را تحقیر بکنیم، نه، ما کلش میگیم علیهم الصلاه و السلام. اما ویژگی های خاصی که به پیغمبر داده به ما رسیده به سند صحیح، خب ما به او قائل هستیم، ما به او قانع هستیم. از عیسی علیه السلام ویژگی هایش چی بود که میگرفت مرده را زنده میکرد؟ معجزه هایی بود که تا مردم ایمان بیارن. اما در هیچ کتاب تاریخ از سیرت نقل نشده که عیسی علیه السلام در کدام غزوه شرکت کرده باشه، جنگ کرده باشه. اما این خصوصیت، این ویژگی در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای یک جوان هست، هم در اقوال پیغمبر علیه السلام که بر ما میگه و هم در افعال پیغمبر علیه السلام که در خط اول جنگ میرفت جهاد میکرد. از موسی علیه السلام می همراه ساحرا عصای خود پیش میکنه، دست خود زیر بغل میگیره، دیگه چیزهایی است که میکنه، معجزه ها رو نشان میده. 11 معجزه داره موسی علیه السلام. اما در یک کتاب تاریخ نمیده که موسی علیه السلام در یک جنگ رفته باشه، همراه شمشیر گرفته باشه، جنگ کرده باشه. این ویژگی خاص در چی هست؟ در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که وقتی که میره به مدینه مسجد جور میکنه، بعد از او حکومت اسلامی را تشکیل میده، قانون اسلامی که قرآن هست در بین مردم ممثلش میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم. پنجمش خلاصه ای که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام ابعاد زندگی انسان را، چه اجتماعی باشه، چه شخصی باشه، چه خصوصی باشه، چه در مورد همسرایش باشه، چه با اولاد باشه، چه با دیگران باشه، چه نظام اقتصادی باشه، سیاسی باشه، نظامی باشه، همه را شامل میشه. پنجم چیزی که خصوصیتی که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، این است که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها دلیل هست که بدون از اینکه جای شک شبهه واقع شود، همه رسالتش بر ما تمثیل میده. رسالتش پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه من رفتم در غار حرا، در اونجا جبرئیل آمد، برای ما مرا بغل کرد، فشار داد، بعد از او باز گفت که اقرا بخوان، ما گفتم که ما انت بقارئ، ما قاری نیستم، باز مرا فشار داد کم زیادتر، گفت بخوان، گفتم قاری نیستم، مرتبه سوم زیادتر فشار داد، تا حد که استخوانای ما آمد که دیگه داخل شود، گفت که اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. یعنی همه رسالت، آن چیزی که به پیغمبر علیه السلام رسیده بدون کمی و کاستی به ما رسانده و الله عز و جل ما را توان بده که راستی هم مثل که قرآن بر ما میگه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله، پیغمبر در تمام زندگی خود الگو قرار بدیم، قدوه قرار بدیم، امام قرار بدیم، اقتدا بکنیم، هم احادیث قولیش عمل بکنیم و هم احادیث فعلیش عمل بکنیم. این بود ویژگی های سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل مختصر. ان شاء الله العزیز فردا از سر مصادر سیرت شروع میکنیم که سیرت از کجا منبع میگیره. وقتی که ما سیرت میگیم از کجا باید بگیریم، سیرت رسول الله را از کجا قبول بکنیم، چه قسم قبول بکنیم، ان شاء الله چیزایی است که فردا اگر زنده بودیم ان شاء الله شروع میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم.